با سلام خدمت مشترکین چنل الکترونیک ایران 2024. امروز با اولین ویدیوی چنل آمده ایم آموزش ساخت شوکه رو به شما آموزش بدیم. اگر از این ویدیو خوشتان آمد حتما لایک کنید و چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. مرسی از شما. خب بریم سراغ آموزش. ما برای ساخت شوکر به یک عدد ماژول از آینده ورتاژ که از دیجیکالا باید استفاده شدیم عکسش میذارم احتیاج داریم. به یک عدد کلید فشاری احتیاج داریم که و یک عدد ماژول شارژر باتری لیتیومی که میتونید از دیجیکالا تهیه کنید احتیاج داریم. و باتری لیتیومی حتما باید شارژی باشه. حالا باتری هر چقدر باشه باید شارژی باشه. میتونید از باتری گوشی نوکیا کتابی و من از لیتیومی استفاده کردم. میتونید از لیتیومی هم استفاده کنید. بعد یک عددم کلید 01 هم احتیاج داریم با یه سیم که مثبت و منفیش به هم متصل باشه. خب بریم برای آموزش. خب ما اول باید ماژول مانه قشنگ را کنید. مثبت و منفی داره، نوشته اتو مثبت، پایین نوشته اتو منفی. خب این اتو مثبت اتو منفی، مثبت و منفی باتری مخوره توی کانالای کناریش. بعد این میبینید نوشته بی مثبت بی منفی. خب این اتو مثبت اتو منفی مثبت و منفی باتری همونطوری که گفتم، اون بی مثبت و بی منفی هم برای سیمیه که مثبت و منفیش به هم متصل شده. خب ما اینا رو باید به لحیم کنیم به ماژولمان. خب دوستان همونطوری که میبینید ما میخوایم لحیم کنیم سیم مثبت رو به اتو مثبت ماژول. باید صبر کنیم تا لحیممان کمی خشک شه. خب بریم برای لحیم سیم منفی باتری به قسمت اتو. خب همینطوری که میبینید لحیم کردیم. الان باید این سیم رو لحیم کنیم به قسمت بی مثبت و بی منفی. سیم مشکی برای منفی و سیم قرمز برای مثبت. تا من اینا رو لحیم میکنم ویدیو رو کات میکنم. خب همینطوری که میبینید ما لحیم کردیم. سیمای قرمز سیمای مثبت هستن و سیمای منفی سیمای مشکی هستن. برای باتری هم همینطور. همینطوری که دیدید ما لحیم کردیم باتری رو به قسمت اتو و بی مثبت و منفی به اون سیمی که مثبت منفیش به هم متصل بود. خب الان بریم برای مرحله بعدی. خب الان ما در این مرحله به ماژول احتیاج داریم. ماژول ما که باید مثبت و منفی ماژول داخل این مثبت و منفی لحیم کنیم، یا میتونیم مثلا به قسمت اتو مثبت و اتو منفی لحیمش کنیم. خب تا من اینا رو لحیم میکنم ویدیو رو کات میکنم دوباره. خب دوستان یه نکته رو بهتون میگم. زمانی که میخواید لحیم کنید ماژول به این یه وسط سیم منفیه که میشه سیم سبز رنگ رو حتما قطع کنید. و من الان همینطوری که میبینید قطع کردم سیم رو. قطع کنید سیم رو بعد لحیم کنید تا اتصالی نداشته باشه. یعنی اول اینا لحیم کنید داخل این، بعد ادامه ویدیو رو براتون میگم. کلید رو وصل کنید وسط این. خب همینطور که میبینید ما الان ماژول افزاینده ولتاژ همون شوکر لحیم کردیم به ماژول شارژر و باتری و کلا اینا. سیم سبز لحیم کردیم به قسمت منفی و سیم مثبت رو لحیم کردیم به قسمت مثبت. سیم سبز همونطوری که گفتم نقش سیم منفی داره و قرمز نقش سیم مثبت داره. و الان که نگاه کنید سر ماژول ما وقتی که این دوتا قرار میدیم جرقه میزنه. خب بریم برای وصل کردن کلید. فقط قبل از اینکه کلید رو وصل کنیم ما باید یک قاب برای دور شوکرمان طراحی بکنیم که کلید مخوره تو این قسمت و باید که این سری کلیدا رو با انبردست یا با دست اینجوری فشار بدید پهنشان کنید تا جا این ماژول بشه برخورد نکنه قدعی، چون که جاش کمه قاب ما و اندازه همین قاب خوبه. براتون میذارم از آخر ویدیو اندازه و نقشه‌شو. خب تا من کلید لحیم بکنم بذارم داخل این قاب ویدیو رو کات میکنم.
خب ما برای قابمون یه سوراخ تقریبا مستطیل شکل پایین میزنیم برای که جای قاب شارژرمون و از کنار یه دانه سوراخ میزنیم برای جای اون کلید فشاریمان و از بالا من 2 تا سوراخ میزنیم برای که این سیما در بیان. ولی اینی که میبینید برای جای این کلید بود که این کلیدی که من تهیه کردم خراب بود، دیگه نذاشتم. اینجا رو با چسب پر میکنیم. خب بریم برای آموزش. خب همینطور که میبینید ما الان کلید رو داخل قاب آوردیم با ماژول. الان باید این 2 تا سیم رو به این 2 قسمت کلید متصل کنیم. خب تا من اینا رو متصل میکنم ویدیو رو کات میکنم و نقشه قاب رو براتون میذارم. خب ما سیما رو به کلید متصل کردیم همونطور که میبینید. سیمای سبز رنگ رو الان کلید فشار بدیم جرقه داره. الان جرقهش زیاد معلوم نیست. خب ما در این قسمت باید با چسب قطره‌ای یا هر چسبی که داشتید، مثلا چسب حرارتی، ماژول و باطلی رو بچسبانیم داخل این قاب یا جلدش که تکان نخوره، مشکلی ایجاد نکنه. اینم حتما محکم بچسبانید که زمانی که این از پایین میزنید شارژ این از پشت در نره. خب اینا رو من الان چسب میزنم. و ادامه ویدیو دوباره ضبط میکنم. خب دوستان ما الان کلا همه چیز رو چسب زدیم و یه نکته بهتون میگم، حتما نکات ایمنی رو در ساخت این شوکر رعایت کنید چون وسیله خطرناکه. خب ما زمانی که این قاب رو ساختیم باید یه درم برای باراش که اینجوری بخوره روش بسازیم و یه سوراخ بزنیم. من با یه سوراخ بزنید اونجاش که زمانی که شوکر رو میزنید شارژ چراغ ماژول روشن شه. اگر چراغ آبی روشن شه یعنی شوکر دان شارژ شده. اگر چراغ قرمز روشن شه یعنی شارژ نداره، باید بزنید شارژ. خب ما این در رو روش چسب میزنیم و این در که روش چسب زدم شوکر میزنم شارژ تا کلا نمایشگر این چراغ رو ببینید. خب دوستان همینطور که میبینید الان شوکر ما کاملا آماده است و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب کنید چون به حمایت شما احتیاج داریم. چنل رو تازه زدیم و اگر چنل به 50 تا برسه آموزش ساخت مینی فریزم میذارم. و الان جرقه شوکر رو ببینید چقدر خطرناکه. خب من این شوکر رو الان عکسش رو میذارم براتون یا فیلم میگیرم که میزنم شارژ رو ببینید چراغش چجوری روشن میشه. خب دوستان همینطور که میبینید با اون شوکر رو زمانی که میزنیم شارژ نگاه بکنید چراغ قرمز رنگی چراغ قرمز رنگی داخلش روشن شده. این برای این بود که حتما اون چراغ رو ببینید. این سوراخ برای این چراغ گفتم. خب از ما حمایت کنید و چنل رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.